آقا من دارم میگم، من زندگی من اون چیزی که نیست شما فکر کنید. من زندگی من 4 تا لباس و ماشین و کیر خر ندارم برادر. دارین هر چقدر بچه افتاده. نه داشتم، خواهرش میگویدم عکس می‌داشتم. ندارم، همین ته کار من همینه. آقا اینم بگم چون دیگه با هم خیلی رفیقیم، مثلا اینم صحبت چی بود ولش کن دیگه، هر چی که بود دیگه. ما قراره آجی با بریم جلو با هم دیگه حال ندارم باز بزنم عقب ببینم چی شده جلو چی شده، ولش کن. هر صحبتی اون موقع بود اونو بعداً ادامه میدیم دیگه. بعد اینکه داداشی در مورد کار من یه آدم، من جزو سربازای اصلی خودم. بعدن چوری یه روز صدفانیه که من سرلشکر اونور اون دنیا، نه توی این کسبازی های عرض نمیدونم کسبازی هستم، نه خلافکار هستم برادر. من علف و دست رفیق پسر 20 سالش باشه امکان نداره علف دستش میدادم. بعد من میرم مواد بفروشم، خار مادر من گایدش آی پدر مادر یارو بگیره، زن و بچه یارو منو بگیره. عقل آدم خب مثلا میخوره به سیس من، به سیس من خارگسته که میخوره که، ولی هیچ وقت به قرآن مجید هیچ موقع داداشی استکان عرق دست مردم دادن، یه گل دست مردم ندادن. بعد من قلب اینو دارم آجی برم این کارهای کیری رو بکنم. من پسر اون بغدیرم دیگه آجی، دیگه پدر منو ببینین خودتون دیگه، مگر اینکه بخواید لج بکنین دیگه. وگرنه قدیر ببینین آجی خودتون میبینین ما قدیر مثل خارکوس کمیته امدادی ها رو میمونیم که با 2 نفری. من در ارزهای دیجیتال، نه آقا ارز دیجیتال کسکش، ما هر چی خارکوسه $5000 گذاشتیم رفت، 10000. یه بار قدیم خارکوسه پول گذاشتیم با آجالش که همه پول بردن، ما هم $100,000 $200,000 بردیم. به قرآن مجید اصلا نه بلدم چی به چیه. اصلا من آجی کامپیوتر با من یه آیپد خریدم ولی اونجاست، یک بار خارکوسه رو روشن نکردم. مثلا بدم میاد این خارکوسه بازیاش، اپل آیدی رو بزن و اپل آیدی ژیپ بزن و ژاب بزن و همین. به خدا دارم آجی، من و حاجارش، خاندان حاجارش اینا برادر، اینا ملک بازن، ما همه ملک بازیم برادر. ما میریم در سال 10 تا 20 تا 30 تا ملک میخریم، چه میدونم میایم مثلا به جناب عالی آقا میخوای ماشین، میخوای خونه بخری، سابقت بده، بانک به تو نمیفروشه، ما به تو خونه میفروشیم، ما به تو ماشین میفروشیم، هر چی که بخوای ما به تو میفروشیم. اون سودی که بانک از تو میگیره سود ما یه ذره بیشتره، به تو میفروشیم. اگر تونستی بدی که میدی، اگر نتونستی بدی که داداش پولت میره خونه و ماشین ما رو ما برمیگردونی. این شغل منه. اینا با اوپک های دیجیتال های فلانه بابا، چی خارکوسه؟ من شب تا صبح سرکار خار ما گاییده شد بابا. شغل من آره داشتی، شغل ما فایننسه، ماشین میخریم به مردم میفروشیم، خونه بخوای بهت میفروشیم، هر چی که تو بخوای من میخرم به تو میفروشم، سود داداشی میدی، نه که والا بخوایم فشار بدیم تا ته سود من. آقا برای آخرین بار میگم، این دیگه قسم آخر منه. اگه من وقتی میگم جان قدیر یکی باز بخواد کسشر بگه، به قرآن دیگه با شما دیگه صحبت نمیکنم. ابوالفضل دیگه جان قدیر احترام بذارید. من دار دنیای قدیر دارم. به جان قدیر من نه خلافکارم، نه اهل یاروی دیجیتال هستم، نه اهل اصلا به قرآن مجید بلد نیستم این چیزا رو. الانم این توی اینستاگرام من بالای $3-4 هزار پول این دولت یارو به من داده. این اینستاگرام مثلا بلد نیستم کسکش پیدا کنم، نمیدونم کجاست اصلا، نمیدونم سابسکرایبشن کردن، نمیدونم چی کردن، من اصلا نمیدونم. آقا نکنین سابسکرایبشن چی، من نمیخوام برادر. چی اونجا زدن $2 داره میاد، $3 داره، من که خودم مجانی دارم همه چی اینجا کسبازی در میارم دیگه، چرا پول میدین که من نمیخوام برای چی؟ نه فیسبوک، نه یوتیوب، نه یارو، نه یوتیوب ولی خواستین بکنین پولش میره برای بچه‌ها آسمان، اونم هنوز بس نکردم پولش داشی، بلد نیستم. من که خود میدونم الان با تمام ایران، از مهندسین، از دکترها، از فوتبالیستای عزیز، از خواننده، همه رفیقم الان. بعد اینایی که خودشون کامپیوتر بازنه به من میگن آیسان جان ساجستشنت به پیجت نیست فلا اینا، اون اگر بیاد بشه ول کن دیگه. بیشتر از این بگم چی بکنم، چی کارم من کسکش مگه آخه ساجستشن بیشتر دیگه بود دهن من گاییده شد. من و حاجارش، خاندان حاجارش اینا برادر، اینا ملک بازن، ما همه ملک بازیم برادر. ما میریم در سال 10 تا 20 تا 30 تا ملک میخریم، چه میدونم میایم مثلا به جناب عالی آقا میخوای ماشین، میخوای خونه بخری،
سابقت بده، بانک به تو نمیفروشه، ما به تو خونه میفروشیم، ما به تو ماشین میفروشیم، هر چی که بخوای ما به تو میفروشیم. اون سودی که بانک از تو میگیره سود ما یه ذره بیشتره، به تو میفروشیم. اگر تونستی بدی که میدی، اگر نتونستی بدی که داداش پولت میره خونه و ماشین ما رو ما برمیگردونی. این شغل منه. اینا با اوپک های دیجیتال های فلانه. بابا چی خارکسته؟ من شب تا صبح سرکار، خار ما گاییده شد بابا. خدا این کار من ازاره کم بگو، ما گاییده شدیم جانت بابا. ما بریم صبح بزین خارج مارجا گلف بازی کنیم، فیلم بگیریم، حال کنیم. آمادهشم باید برم دریا. آقا حاجی اون رفیق من ترکیه رفتن خونه لیک، الان اینجا ساعت 6. من منتظرم اشکان بود. اشکان وکیله برای شما در مورد مهاجرت گفت. اشکان میاد الان اینجا ساعت 8. سانی هم میاد. من و اشکان و سانی میریم خونه لیک، میخوایم قایق رو برداریم بریم تو آب، یه ذره آفتاب مافتاب بگیریم. یه جت اسکی هم بیشتر نمیبریم، بریم اونجا یه ذره آفتاب مافتاب بگیریم و اینا. چون هفته دیگه میرم دیگه، هفته دیگه میخوام برم ال وگاس باز رنگ بکنم، میکروبی تاریک. بعد هم ساعت 12 میایم خونه همون لیک. من میخوام یه ذره آشپزی کنم برای بچهای نهار به بچه‌ها بدم بخورن و ساعت 3-4 هم برگردیم بیام هیوستون و بریم باشگاه و اینا دیگه. با داداشی هستین دیگه. آره شغل من، آره داداشی شغل ما فایننس. ماشین میخریم به مردم میفروشیم، خونه بخوای بهت میفروشیم، هر چی که تو بخوای من میخرم به تو میفروشم. سود داداشی میدی، نه که والا بخوایم فشار بدیم تا ته سود من. آقا برای آخرین بار میگم، این دیگه قسم آخر منه. اگه من وقتی میگم جان قدیر، یکی باز بخواد کسشر بگه، به قرآن دیگه با شما دیگه صحبت نمیکنم. ابوالفضل دیگه جان قدیر احترام بذارید. من دار دنیای قدیر دارم. به جان قدیر من نه خلافکارم، نه اهل یاروی دیجیتال هستم، نه اهل اصلا به قرآن مجید بلد نیستم این چیزا رو. الانم این توی اینستاگرام من بالا $3,000-4,000 پول این دولت یارو به من داده. این اینستاگرام به من مثلا بلد نیستم کسکش پیدا کنم، نمیدونم کجاست اصلا، نمیدونم سابسکرایبشن کردن، نمیدونم چی کردن. من اصلا نمیدونم. آقا نکنین سابسکرایبشن چی، من نمیخوام برادر. چی اونجا زدن $2 داره میاد، $3 داره. من که خودم مجانی دارم همه چی اینجا کسبازی در میارم دیگه. چرا پول میدین که من نمیخوام برای چی؟ نه فیسبوک، نه یوتیوب، نه یارو، نه یوتیوب، نه یوتیوب ولی خواستیم بکنین پولش میره برای بچه آسمان. اونم هنوز بس نکردم پولش داشی، بلد نیستم. من که خود میدونم الان با تمام ایران، از مهندسین، از دکترها، از فوتبالیستای عزیز، از خواننده، همه رفیقم الان. بعد اینایی که خودشون کامپیوتر بازنه به من میگن آیسان جان ساجستشنت پیجت نیست فلا اینا، اون اگر بیاد بیشه ول کن دیگه. بیشتر از این بگم چی بکنم، چی کارم من کسکش مگه آقا. ساجستشن بیشتر دیگه بود دهن من گاییده شد. 1 میلیون لایک دیدی، شیر کتر دیدی آخر جان.